گریه بکنیم به حال خودمون. رمضان میره، رمضان آنچنان که آمد بعد از 11 ماه 1 ماه هست، اینم میره. اما ما چی داشتیم برای خودمون؟ چی جمع کردیم برای خودمون؟ به خودمون بیاییم عزیزان. ایامی که گذشته چه برنامه ریزی داشتیم برای خودمون؟ تنها تغییر دادیم وقت خوراک خودمونو. قبلا روز میخوردیم الان شب میخوریم، فقط همین؟ یا نه در فکر این بودیم که الله رو عبادت میکنیم با داشتن روزه تقرب الی الله نصیبمون بشه. روزه عبادتی هست که الله متعال کل عمل ابن آدم له الا الصیام، الله متعال خودش اعلام داشتن که همه عبادات بنی آدم از قبیل نماز، زکات، حج، صدقه، ذکر، تلاوت، همه عبادات